السلام علیکم همشهریان عزیز و همدیاران گرامی، امیدوارم که هر یکتان خوب و سلامت هستید. امروز ما در مهمانی ذکرالله خواجه اسرارов قرار داریم. ذکرالله خواجه اسرارov یکی از نوآوران، یکی از تکنیکان جوان تاجیکستان هستند. هرچند که بیمار هستند، ناوابسته از مشکلات، ناوابسته از کمبودی ها، همیشه به سوی موفقیت حرکت میکنند. طولی 3 سال است که بیمار هستند. یک چند سال پیش 2018 بود، ما وقتی که دانشجو بودیم در شهر مسکو و آماده بودیم برای دیدار بینی ذکرالله خواجه تماما راه نمیگشتن، حتی از جای خیش برخواسته نمیتوانستند. امروز ها ذکرالله خواجه شکر پروردگار میکنیم که با پایشان راه میروند و ناوابسته از مشکلی در آزمون علم فروغی معرفت اشتراک کرده، چی در دوره شهری، چی در ولایتی، چی در جمهوری، جایهای نمایان را سزاوار گشتم. چه خیلی که میبینید تحفه رئیس ولایت 2000 سومانی، باز دیپلم تحفه کردند. عکسش را هم میگذاریم. ذکرالله خواجه با رئیس ولایت عکس گرفتن که خود رئیس ولایت تحفه را به ذکرالله خواجه دادند. من سخن را به ذکرالله خواجه اسرارov میدیم. برام تشکر زیاد که اینها دستاوردهای من میباشند که من در طول 3 سال بیمار بودم، ولی به این نگاه نکرده کسبم را ادامه دادم و در آزمون‌ها اشتراک کرده جایهای سزاوار را صاحب شدم و از این یعنی کوشش های من رئیس ولایت یعنی شاد گشته، قدردانی کردند. با دیپلم و 2000 سومانی مبلغ قدردانی کردند و در آزمون جمهوریوی 3000 سومانی یعنی با 3000 سومانی مکافاتانیده شدند. من و با چنین دستاوردها دارم، حتی با چنین یعنی دفترچه یعنی فایل زیادش را جمع کردم که در اینجا هست. همینطور همه دستاوردهایم را من به اینجا یعنی موندم. دوستان عزیز، من از ذکرالله خواجه میپرسم که در آینده چی شدنی هستند. امیدوارم که این سال ذکرالله خواجه را با دستگیری تشکیلات جمعیتی آرمان دلها دانشجو میکنیم و در آینده یک اختراعکار یا اینکه یک متخصص بهترینی دنیا میشوند، نه تنها تاجیکستان و اسفر بلکه دنیا. من از ذکرالله خواجه پرسان میشن که کدام کسب را انتخاب کرده در آینده و چی شدنی هستید، نقشه های من بعدتان. من در آینده میخواهم که در زوادهای ماشین سازی یعنی کار کنم و میخواهم که یعنی ماشین های خوب را یعنی نقشه کشی کرده و میخواهم که چنین نقلیات ها را ساخته به جهان یعنی پیشکش کنم و در آینده میخواهم که مثلا ماشین های الکترونی ها را به جهان یعنی ساخته به استفاده هم، چون که ماشین های برقی از جهت اکولوژی هم تازه می باشد و بی ضرر هم می باشد. برای همین می خواهم که در آینده یعنی در زوات ماشین سازی کار کنم. تشکر زیاد. معلومات های بیشتر در کانال خود ذکرالله خواجه که تکنیکوم تیوی در شبکه اجتماعی یوتیوب است، آبونه شوید، پیگیری نمایید. دوستان عزیز، ما از هر یکی شما میندار هستیم. بگذار فکر و عقیده های خیش را در زیر شرح یوتیوب کانال ذکرالله خواجه اسرارov گذاشته باشید. سلامت و سربلند باشید. من اسرارov ذکرالله در شرایط خانه یک چند اختراعات دارم و برای شما نشان میدهم. این چیزی ساخته من اشتاتیف می باشد که خیلی از جهت مثلا از جهت نرخ و نوایش گوییم برای ما ارزانتر میغلطد، چون که چنین اشتاتیف ها در بازار هست ولی گران نرخ می باشد. برای همین من خود ساختش را ساختم که انا همینطور کار میکند. همینطور تلفن را مانده ما میتوانیم نوارها را گیریم.
میتوانیم با این اسباب هر گونه برنامه ها ساخته، مثلا به سامانه یوتیوب یا به دیگر جا میتوانیم چنین برنامه ها رو نوار گرفته پرتاییم و این باز در اینجا است که پست و بلند کم کرده می شود. همینطور و این باز یعنی چراغ روشنی دهنده دارد که در وقت نوار گرفتن مثلا یعنی کادر را خوب میگیرد. حالا برای شما نشان میدهم. یه بار شخم کنیم نکن. دستاوردهای من اینها میباشند. مرحمت ببینید. این را رئیس ولایت یعنی من در آزمون علم فروغی معرفت اشتراک کرده بودم. این تحفه رئیس ولایت میباشد و در اینجا با جایزش داده بودند و در اینجا همه باز دستاوردهایم هست. این کار علمی یعنی در آزمون علم فروغی معرفت اشتراک کردگی برای همین کرده بودم. گذراندن گرفتن کتاب سلام شما گیتار گرید من همیشه گیتار سیاه اینها شاگردان هم می باشن. در یک طرف معلومات دادگی، در طرف دیگرش و عکس همان اختراع هست. من این یعنی преобразователь میباشد که قوت خورد را زیاد کرده میدهد. یعنی چنین بطریه ها چنین لامپوچکه ها را در گرانده نمیتواند. حالا برای شما نشان میدم و من چیزی ساختم که انا همین لامپوچکه های 220 ولت را در میگراند. حالا برای شما نشان میدهم. همینطور بطریه را نصب میکنیم در میگراند و این یگان سیمی علاوگی ندارد. من بار دیگر پیوست میکنم و برای باوری من باز با دیگر بطری هم برای شما پیوست کردن نشان میدم. اینطور با دیگر بطری هم کار میکند. اینطور مگنیت دارد که در جایش میمونیم. بعدا بطریه دارد. همینطور نوار را مثلا روشن کرده میگیرد. و باز این اسباب من باز دیگرگون هم میشود. این را من به شیفت خانه نصب کردم که همینطور میگذاریم و بعد این اسباب با دو نمود یعنی کار میکند. حاضر انا همینطور میمونیم. باز تلفن رو میمونیم. همینطور با تلفن نصب کردن ممکن است. مثلا به هر پهلو میگردد.
حاضر. همین مواد هم تو گیرید تلفن من ده های نکی. السلام علیکم مخلصان و هواداران کانال تکنیکان تیوی، خوش آمدید به ویدیوی امروزه. من امروز میخوام همین ماشینچه ساخته خود را پیشکشی شما گردونم دوستان عزیز.